هواپیمای مسافرکش شرکت روسی هواپیمایی یوت ایر که از شهر مسکو پایتخت روسیه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز میکرد، به دلیل بیمار شدن یک مسافرش به صورت فوق‌العاده در فرودگاه شهر اتیراو در شمال قزاقستان فرود آمده است. در این باره تلگرام کانال اویا اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده در جریان پروازها را در سراسر عالم پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، این حادثه فوق‌العاده روز 4 نوامبر سال 2023 رخ داده است. هنگام انجام پرواز شرکت یوت ایر احوال سلامتی یک مسافر بد شده است. به این دلیل اکیپاژ هواپیمای تمغه بوینگ 767 مجبور شده است که در فرودگاه گوریوف در ولایت اتیراو قزاقستان فرود بیاید، گفته می شود در خبر. بنا به اطلاع اویا اینسیدنت، اکیپاژ هواپیما قبل از نشستن درباره از معیار نشست زیاد بودن وزنش نیز خبر داده است. بنا به حسابها وزن از معیار برزیات هواپیما تقریبا 800 کیلو بوده است و اکیپاژ قبل از فرود آمدن در فضای اتیراو چند دور ایلووگی زده است تا مواد سوختش را بسوزاند و وزن خود را کم کند. در نهایت هواپیما بدون مشکل توانست فرود بیاید و طبیبان محلی به مسافر بیمار کمک عاجل طبی رسانیدند. بعد معاینه حالت فنی هواپیما در فرودگاه اتیراو به اکیپاژ برای ادامه پرواز اجازه دادند. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. معلوم نیست که مسافر پرواز مسکو دوشنبه گرفتار چه بیماری شده است که هواپیما در نیمه راه در نزدیکترین فرودگاه نشست. شرکت یوت ایر تا حال این حادثه را شرح نداده است. این حادثه فوق‌العاده با هواپیمای روحی تاجیکستان در حال رخ داد که این شب و روز موج مفصل مهاجران کاری از روسیه به کشورهای زادگاهشان فراوان است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تأمین رزق روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری میروند. با رسیدن فصل سرما اساساً در فصل تیر ماه اکثر این مهاجران از منطقه‌های اقلیمشان قهرتون روسیه به وطن برمیگردند.